اگه شما هم مثل من عاشق کبابین و بین کباب گوشت و کباب مرغ میمونین که کدوم رو انتخاب کنین، کانال منو سابسکرایب کنین تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا بهتون بگم چجوری یه کباب دو رنگ با دوتا مزه گوشت و مرغ رو با هم داشته باشین. بریم بهتون بگم چیا لازم دارم. 2 تا پیاز متوسط رنده شده، حدوداً 250 گرم مرغ چرخ شده، 250 گرم گوشت چرخ شده. برای ادویه‌هاش هم نمک و زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز، پودر دارچین و پودر لیمو عمانی میخوام. اولین ظرف پیاز رو میارم، ظرفی که توش پیاز رو رنده کردم و آب اضافهش رو گرفتم. مرغ چرخ کردم و با ادویه هام بهش اضافه میکنم و حسابی ورزشون میدم تا یک دست بشن. این مراحل رو روی ظرف دومم انجام میدم، یعنی روی پیازای رنده شده گوشت و ادویه ها رو اضافه میکنم و ورز میدم و یک دستشون میکنم. یه نکته که باید بگم اینه که برای هر 2 تا گوشتا آب پیاز رو کامل گرفتم که کباب شل نشه خیلی. نیم ساعت میذارم گوشتا اصطلاحاً استراحت کنن و حسابی مزه دار بشن. روی سطح کارم یه سیلیفون پهن میکنم و شروع میکنم گوشتا رو روی اون کنار هم پهنشون میکنم. از سیخ چوبی میشه استفاده کرد، از کارد آشپزخونه میشه استفاده کرد که خیلی تمیز کنار هم باشن و اون مرز بینشونم با دستم حسابی به هم میچسبونم که گوشتا منسجم بشن. بعدش توی جهت مخالف دوباره با کارد آشپزخونه یا سیخ چوبی بینشون فاصله ایجاد میکنم و این اندازه هم سلیقه‌ای هست که هر کس چه مقدار دوست داره که ضخامت داشته باشه کبابش. بعدم روی کل کبابا رو یه لایه دیگه سیلیفون میپیچم و حدوداً 1 ساعت میذارم توی فریزر که خودشو بگیره. 1 ساعت دقیقا همون زمانیه که نیاز دارم بدون که کبابا یخ بزنه خودشونو بگیرن و از هم وا نرن. بعدش توی مایتابه‌ای که روغنشو گذاشتم داغ بشه کبابا رو میذارم و 2 طرفش رو سرخ میکنم. برای هر طرف حدوداً 5-6 دقیقه کافیه. 2 طرف کباب رو سرخ میکنم و میریم که نتیجه کار رو با هم ببینیم. رسیدم به لحظه خوشمزه امروز که یک کباب دو رنگ دارم که علاوه بر اینکه بشقابمو خوشگل کرده هم میتونم ازش مزه گوشت قرمز رو بگیرم هم گوشت مرغ رو. اگه از کلیپ امروز من خوشتون اومد لطفاً کانال منو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت فراموش نشه، اون زنگوله هم بزنین که از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین. مرسی از حمایتتون، لحظاتون خوشمزه.